دختری تلفن همراهی برای خود خرید. وقتی پدرش گوشی موبایل او را دید، از او پرسید: دخترم، وقتی آن را خریدی اولین کاری که کردی چه بود؟ دختر گفت: روی صفحه نمایش آن را با یک برچسب ضد خش پوشاندم و یک کاور هم برایش تهیه کردم. پدر گفت: کسی مجبورت کرد که این کار را بکنی؟ دختر گفت: نه پدر جان. پدر از او پرسید: به نظرت با این کارت به شرکت سازنده اش توهین نشد؟ دختر گفت: نه پدر، اتفاقا خود شرکت توصیه می کند که این کاورها را استفاده کنیم. پدر گفت: نکند چون موبایلت زشت و بی ارزش بود این کار را کردی؟ دختر گفت: نه پدر، اتفاقا چون برایم ارزشمند است و دلم نمی خواهد که در معرض آسیب قرار بگیرد و از ارزش آن کم شود این کار را کردم. پدر پرسید: گوشی را که در کاور قرار دادی زشت نشد؟ دختر گفت: به نظرم که زشت نشد، اما اگر زشت هم که می شد به حفاظتی که از تلفنم می کند می ارزد. پدر نگاه با محبتی به دخترش کرد و گفت: دخترم، فلسفه حجاب هم همین گونه است. حجاب نه تنها محدودیتی برای تو ایجاد نمی کند، بلکه شأن و منزلت تو را نیز حفظ می کند. این توصیه است از سوی پروردگار جهانیان، کسی که همه ما را خلق کرده است و اوست که بهترین برنامه و روش زندگی را به ما نشان داده است.